سلام دوستان عزیز، خسته نباشید. یک LED داریم، دو تا از پایه LED سوخته. خیلی از دوستان میان این دو تا پایه با هم شورت میکنن، یعنی با سیم لعین با هم وصل میکنن، سیم برق رو میزنن به این دو تا پایه که این کار اشتباه هست. من امروز میخوام به شما یک روشی رو یاد بدم که این کار رو نکنید و هم عمر LED تون بیشتر بشه، هم نورش بیشتر بشه. به جای اینکه این کارو بکنی، ما به یک مقاومت 10 اوم نیاز داریم. الان میخوام به شما یه مقاومت 10 اوم نشون بدم. خب ما اینجا یک مقاومت داریم قهوه‌ای، مشکی طلایی. ما به 2 تا مقاومت نیاز داریم برای جایی که LED سوخته رو قرار بدیم. این مقاومت ها مثبت و منفی ندارن، ولی LED ها مثبت و منفی دارن. ولی اشکال نداره، مقاومت هر جهتی که لعین کردیم